أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله أحسنت. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم من در سال 77 و دقیقاً مصادف با ایام 20مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت دانشگاه علوم و فنون فارابی رو در ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران داشتم. اولین مدیر خدمات دینی مسابقات سازمان اوقاف. بعد از اون همون سالم ما مسابقات بین‌المللی، مسابقات استانی و سراسری و بین‌المللی پایه‌گذاری کردیم. یادمه که اونجا ما با هماهنگی با سلسله مراتب خودمون اجازه گرفتیم که محافل انس با قرآن رو با حضور قاریان به اصطلاح خارجی غیر ایرانی برگزار کنیم. این نکته رو عرض میکنم که تا اون تاریخ در هیچ کدام از مراکز نظامی ما قاریان غیر ایرانی ورود نکرده بودن. لذا این مرحله رو با هماهنگی‌های مربوطه و اجازه‌ای که گرفتیم پشت سر گذاشتیم و من دعوت کردم از جناب استاد محمد اللیثی که تشریف فرما بشن به دانشگاه ما. مسابقات بین‌المللی و دعوت از قاریان مصری و دیگه شروع انطلاقات‌ها و بردن اینها به استان‌های مختلف اینا همه من انجام میدادم تا حدوداً 18 سال تا 18 دوره اینا. به خوبی به یاد دارم که در آستانه غروب بود که ایشون به لویزان و محل دانشگاه رسیدن. ما اون زمان از قم اومدیم برای دانشکده، دیر بود تقریبا، ایشون هم خیلی خسته بودن. قرار بود خلاص اونجا یه جلسه قرآن بود شرکت کنیم، اما خیلی خسته بودن. جناب استاد چراغچی از کارشناسان محترم سازمان اوقاف ایشون رو همراهی میکردن به عنوان مترجم، به عنوان یک استاد خوب. و وقتی که ایشون تشریف آوردن من رفتم استقبالشون، همون ابتدای ورودشون به دانشگاه به من فرمودن که من خستم و نمیخونم. بعدشون من گفتم که من خیلی خستم. گفتم مشکل نیست، هرچی که شما خلاصه
راحت باش. مثل اینکه یه آب سرد ریختن رو سر من، چون مسئولین و فرماندهان دانشجویان به عشق زیارت ایشون و استفاده از تلاوت ایشون اومده بودن. منم گفتم باش، اما همونجا متوسل شدم به خدا که یه جوری تو دل ایشون بندازه که ایشون تلاوت بکنه. در ردیف جلو نشسته بودیم، بنده کنار مترجمه آقای لیثی بودم، آقای لیثی هم این طرف بودن. یکی از مداحای خوب تهران به نام آقای فراهانی، ایشون رفتن بالای جایگاه و چند بیتی در رسای حضرت ابو عبدالله الحسین شروع کردن به خوندن. همزمان با ورود ایشون به ما گفتن شما چند دقیقه مدح و مصیبت اهل بیت رو بخونید تا ایشون آماده شن، خستگیشون بگیرن بیان تلاوت کنن. ایشون همراهی کردیم توی سالن بچه ها استقبال خوبی از ایشون کردن. درست ایشون زمانی وارد این سالن شدن که برادر خوب ما حاجی علی آقای فراهانی که از ذاکرین اهل بیت علیهم السلام داشت در ذکر مناقب و مصائب حضرت امام حسین علیه السلام و نهضت کربلا مرثیه سرایی میکرد. من در بعد رفتنم به بالای جایگاه، استاد موسوی منو دید. استاد موسوی دارالتحفیظ، بله. گفتش که این لحن و آهنگ‌های عربی رو شما استفاده نکنید چون اینا زیاد گوش دادن، اگه ممکنه خلاصه دشتی بخونید. که من یه قصیده ای رو شروع کردم، یه مقدار از یه قصیده ای رو شروع کردم و بعد روزه خوندم دشتی همینا. یک نغمه بسیار سوزناک دشتستانی رو هم گرفته بود و این سالن یک پارچه یک مرتبه در وسط مصیبت رفتن و با حالا با امروز ما میگیم که لحن دشتی شروع کردم به خواندن السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علیک یا ابا عبدالله گفتم قرآن نمیخوندی که تهمت میزدند و صبر با خون جگر کردن. استاد محمد اللیثی وقتی تو این فضا وارد شد، خوندن زیبای ایشون رو و کیفیت صوت خوب سالن رو دید، از جناب حاجی آقای چراغچی سوال کرد که این آقا چی داره میخونه. استاد چراغچی برای ایشون تشریح کرد مظلومیت قرآن ناطق امام حسین علیه السلام رو در کربلا و ایشون فوق العاده تحت تاثیر قرار گرفت. ایشون از من پرسید که این چی میگه، اینا مداحشو براش ترجمه کردم و گفتم و بعد از اینکه ایشون یکی دو بیت رو ترجمه کرد، ما دیدیم یه دفعه ایشون دستمالش رو از جیبش در آورد و شروع کرد به گریستن و گریه بسیار شدیدی هم میکرد، یعنی جوری که حالت بغض افتاده بود. دستمال سفید بزرگی تو جیبشون بود، در آورده بودن و گریه میکردن با بقیه مردم، با اینکه استاد اللیثی از برادران اهل تسنن. من هم حق صدای گریه ایشون رو میشنیدم و هم تکان خوردن شانه های ایشون رو از پشت میدیدم. و من اشاره کردم به عرضم بهتون که استاد سلیمی، استاد اربابی بغل دست من نشسته بودن که گفتم شیخو ببینید که ایشون چه گریه‌ای داره میکنه برای این عرضم بهتون که از خوندن این آقای فراهانی. اما یا من یه قاری میشناسم وقتی قرآن میخون سنگش میزدم. در میانه اجرای برنامه توسط جناب آقای فراهانی ایشون از همون پایین جایگاه با دست اشاره کرد به استاد سلیمی که استاد اللیثی من فرمودن که ایشون گفت پس منم میخوام بخونم، من میخوام تلاوت بکنم، در حالی که قبلش گفته بود من تلاوت نمیکنم. خب من خیلی خوشحال شدم. استاد اللیثی میره بالا، پدرم ایشونو دعوت میکنن به جایگاه. فضيلة الشيخ الأستاذ محمد اللیثی حفظه الله يتلو علينا ما تيسر له من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا. ایشون با همون حال اشکاشو پاک کرد و بعد رفت از جایگاه قرار گرفت. چند لحظه‌ای هم دقیقاً حالت کسی که حالا گریه کرده، بغض کرده حساب بکنه که حالا میخواد مثلا بخونه
چه حالتی داره به همین ترتیب مقداری خودش آماده کرد، بعد شروع کرد به تلاوت. شما اگر اعوذ بالله بسم الله استاد لیثی رو در این تلاوت سوره آل عمران دقت بکنید، دقیقاً مشخصه که ایشون با یک صدای بغض کرده، گریه کرده شروع داره میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من رفتم خلاصه بالا دیگه سنگ تموم گذاشتم اون شب یادگاری. و ایشون با همون حالت بغضی که تو صداش بود رفتن و سوره آل عمران رو تلاوت کردن. اواخر آل عمران آیات ربنا که خب همه مردم ما باش مأنوس هستن در ماه مبارک رمضان. آیات مشهور سوره مبارکه آل عمران ربناها رو با یک شیوه استثنایی و منحصر به فردی که نه قبل از اون این گونه تلاوت فرموده بودن و نه بعد از اون چنین شرایطی فراهم شد تلاوت کردن. استاد اللیثی خدا رحمتش بکنه که این سوره مبارکه آل عمران خوند و واقعا جزو شاهکارهای تلاوته. فکر میکنم که جزو 10 تلاوت برتر قراء مصری هست و دقیقاً ایشون با الهامی که از همون از ذکر توسل به مقام شامخی هست ابو عبدالله الحسین پیدا کرده بود، با همون مقام خودشو در عرض چند تا آیه و یکی دو تا اوج گرفتن رسوند دقیقاً به همون پرده در همون مقامی که آیه فراهانی السلام علیک ابو عبدالله رو خونده بود. ایشون همین آیات ربنا اننا سمعنا منادی ینادی رو تلاوت میکنن. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله أكبر. ولا تخزنا
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. همین تیکه‌ای از آیه که در سوره مبارکه آل عمران آیه 192 خب حکایت اولوالالبابه که چگونه با خدا حرف میزنن. بخشش اینه ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته. خدا هر کسی که تو آتیش قرار بدی خارج کردی، خفیفش کردی. خب اینی که دیگه با بهجت نمیخونن، با شادابی که نباید اینو بخونن. این خسارت و بدبختی و بیچارگی و آتش رو تو لحنشون هست. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. و یه فضایی که البته مربوط به قیامته، نه در دنیا. برای ما در دنیا باید همیشه امیدوار باشیم به فضل خودمون. روز قیامتی که دیگه کسایی که در دوزخ گرفتار میشن هم فیها خالدون دیگه، رحمت اونجا خبری نیست برای گروهی. و ما للظالمین من انصار. خیلی صدار آروم برای کسی که اهل ظلمن هیچ یاوری نیست. ببینید الان من حتی همین که میخوام ترجمه‌شو ببینی چه به ترجمه‌شو بیان بکنم تو دلگرم چجوری باید بگم برای اونایی که اهل ظلمن هیچ کس کمکشون نمیکنه. این تو تلاوتش هست. و ما للظالمین من انصار. وقتی دعا میکنیم دستمون بالاست، سرمون بالاست. ربنا، به خدا ربنا ها باید اوج بگیره. حالا چه قسمتی چگونه این ربنا با انک من تدخل النار فرق میکنه. اون میگه پروردگار کسی که بخواد داخل دوزخ بشه بیچاره شده، بدبخت شده، هیچ کی کمکش نمیکنه. اما ربنا اننا سمعنا، ما داریم خودمون رو عرضه میکنیم به خدا. پروردگار ما شنیدیم یه منادی ینادی للایمان. ببینید از ینادی للایمان که مرتبه صدا ندا خود صدای بالایی داره، منتها از کجا شروع میکنه؟ صدا میره پایین، دو مرتبه میاد اوج میگیره. ینادی للایمان که حالا اختلاف قرائت هم میخونه، ورش میخونه ینادی للایمان ان آمنو بربکم. ان آمنو اوج اون دادیه که اون منادیه داره میگه ان آمنو بربکم.
و بعد تصمیم گیری فآمنا در نهایت تضرع و خشوع. پیامبران در زوایای مختلف با مردم صحبت کردن، همه گونه صحبت کردن، هم بشارت داشتن، هم انذار داشتن. به همین خاطر بستر صوت رو از بالای متن تحکمی نمیاد. ینادی للایمان ان آمنو، اوجش ایمان آوردن به خداست. تغفر لنا ذنوبنا. این دیگه باز تحکمی نیست. ما شما نمیتونیم به خدا بگیم خدا ما رو ببخش. اینجوری که حرف نمیزنیم که خدایا ما رو ببخش، ما خطا کردیم، اشتباه کردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر کاملا تضرع رو در تلاوت استاد اللیثی مشاهده می‌کنیم که البته خود تلاوتشون هم بازم عرض می‌کنم متأثر از اون اتفاقی است که رخ داده، روزی که بعد از سید الشهدا خوندن مجلس منقلب شده، ایشون تحت تأثیر اون حالت گرفته و اینا اون اتفاقاتی است که به ماندگاری یک تلاوت کمک میکنه. من خیلی گریه کردم، اشک ریختم وقتی ایشون ربنا ها رو میخوندن، خیلی منقلب شدم. وقتی که ایشون از جایگاه میمدن پایین، از پلکان که اومدن پایین، یک جمله‌ای به زبان مصری گفتن که سجلها یا تاریخ، ای تاریخ ثبتش کن. من ازشون پرسیدم که شما همیشه بعد از تلاوتتون این جمله رو میگی؟ گفتن نه، این اولین بار من این جمله رو به کار میبرم، به خاطر اینکه فکر میکنم بهترین اثر زندگی من بود. بعد که گفتم فکر میکنید چرا این اتفاق افتاد، گفتن این به دلیل اشکایی بود که من برای حضرت ابو عبدالله الحسین ریختم و خب ما میدونیم که مصری‌ها ارادت خاصی به اهل بیت علیهم السلام به خصوص حضرت امام حسین علیه السلام دارن. نکته مهم اینه که من 2-3 روز بعد که با بندزاده محمد آقای عزیزم صحبت میکردم، ایشون به من فرمودن که پدر، من وقتی که استاد اللیثی رو بعد از اون جلسه فارابی همراهی میکردم از مسیر میدان حر، تلاوتی که در اون منطقه داشتن، ایشون خیلی تو خودش بود و هر چند دقیقه یک بار دست خودش رو روی زانو میزد و میگفت امانک یا حسین، از امام حسین علیه السلام امان میطلبی. امانک یا حسین، از امام حسین علیه السلام امان میطلبید. تو مسیر همینطور میزد روی پاش، ایشون میگفتش که امانک یا حسین، که من اونجا ضبطمو در آوردم از تو کیسه، گذاشتم رو دکمه رکورد که این ذکر استاد رو هم بگیرم. امانک یا حسین، امانک یا حسین. این تلاوت دقیقاً همونطور که عرض کردم تلاوتی است که الهام گرفته از ذکر ارزم بهتون که نام اهل بیت و به ویژه سید الشهدا بود و بی‌دلیل نیستش که اینطور ماندگار شده. که بعد من تو این فکر رفتم که ورود ایشون با اینکه با من طی کرد که من قرآن نمیخونم، وقتی اومد و اون فضای عاشورایی و کربلا رو آقای فراهانی ترسیم کرده بودن، شدیداً تحت تأثیر معنویت کربلا قرار گرفت. عزیزان بزرگوار،
امشب در این محضر یکی از برجسته‌ترین شاهکارهای تلاوت قرآن در جهان اسلام خلق شد. یعنی خواهید دید انشاءالله در عمر با برکت خودتون که هزاران و هزاران و هزاران بار این تلاوت از طریق شبکه‌های رادیو تلویزیونی در سرتاسر جهان با صدای گرم این استاد بزرگوار و همراهی شما جوانان با اخلاص پخش خواهد شد. من یقین دارم که انشاءالله چون امام حسین علیه السلام ارباب با کرامتی هست، به ایشون که همکنون در عالم برزخ چشم به راه کرامات امامان بزرگوار ما هست عنایت خواهد کرد. سيدنا الشيخ محمد الليثي رحمة الله عليه رحمة الله توفى وكان قبل والده بأكثر من 5 سنوات. أي. ولما مات والده فتحت مقبرة سيدنا الشيخ الليثي رحمة الله عليه ليدخلوا والده معه في المقبرة، فإذ بالرجل الذي يقوم بعملية اللحد ينادي على أحد أحباب الشيخ الليثي بأعلى صوته وهو في الداخل: يا فلان يا فلان تعالى شوف حبيبك عامل ازاي. ودد أظافره تتمدد. الله أكبر. يعني ما كان دفن الشيخ بهذا الشكل، وأمسكوا يد الشيخ وجدوها طرية، الله حتى أكبر. إن أحد أحبابه انكفى عليه وأمسكه، حس أن سبحان جسم الملك. طري. سبحان أمانك يا حسين، أمانك يا حسين.